بریم سراغ حل یک سوال نسبتاً دشوار از تیپ الفبایی در کنکور سراسری. لطفاً با تمرکز و دقت با من همراه باشید. آرایه‌های واژه‌آرایی ایهام تناسب استعاره پارادوکس به ترتیب در کدام ابیات آمده است؟ اصولا آرایه ساده‌تر رو انتخاب میکنم، یا تو جیم یا تو ب یا تو جیم یا تو ب. ب رو میخونم: این قصه عجب شنو که از بخت واژگون ما را بکشت یار به انفاس عیسوی. انفاس عیسوی نفس‌های حضرت عیسی جان بخشه، ولی یار از اون استفاده میکنه برای کشتن. حتما مفهوم و تصویر پارادوکسیکالی دیده میشه. رو همین حساب پارادوکس ما داریم. جیم رو بررسی میکنم: جام مینایی می سد ره تنگ دلی است، من از دست که سیل غمت از جا ببرد. خب خوشبختانه دیده نمیشه، پس من جیم رو حذف میکنم. هر جا جیم برای پارادوکس آورده شده حذف میشه، چون پارادوکس نداشت. دو گزینه به همین راحتی خداحافظی ازشون. آرای بعدی قطعا باید استعاره باشه. چرا؟ ایهام تناسب خیلی سخته، واژه آرایی خیلی آسونه و همیشه وجود داره. رو همین حساب ما باید بریم سراغ استعاره. استعاره یا تو داله یا تو داله. خبر بدیه، پس ما با استعاره نمیتونیم کاری بکنیم. اینجایی که میگه نقاب گل قطعا استعاره است، زلف سنبل قطعا استعاره است، قبای غنچه قطعا تشخیص و استعاره است. خیلی خوب، بریم سراغ واژه‌آرایی یا ایهام تناسب. مشخصا ایهام تناسب. چرا ایهام تناسب؟ چون واژه‌آرایی اصلا وجود یا عدمش در ابیات خیلی سخت و سلیقه‌ایه که دانش آموز سر جلسه کنکور این رو بخواد تشخیص بده. ایهام تناسب ما یا توی جیم هستش یا توی الف هستش. الف رو میخونم: شوخی نرگس. شوخی به معنای گستاخی. گستاخی گل نرگس رو نگاه کن که پیش تو شکوفه داد و شکفت. چشم دریده ادب نگاه ندارد. نگاه ایهام تناسب داره. چرا؟ یه نگاه به معنای نگاه کردن هستش که خب مشخصا اینجا معنا نمیده، اما یه نگاه هم داریم به معنای نگه داشتن که اصولا با ادب خیلی در تناسب است. ادب نگهدار، مؤدب باش. خیلی خوب، پس این درسته، این غلطه. این که غلطه، اینی که این نگاه کردن غلطه با چشم در تناسبه. رو همین حساب ما ایهام تناسب داریم و ایهام تناسبمون در الف هستش. جواب ما میشه گزینه 3. جیم هم که واژه‌آرایی داره. در چه چیزی؟ مثلا میتونه سد ره دنگ دلیست، دست، سیل. حس میکنم سهش بتونه اسخای میکنم واژه‌آرایی داشته باشه. سوال نسبتا دشواری بود. لطفاً به این نوع حل سوال‌ها عادت بکنید. خیلی موقع طراحا دانش آموزا رو توی بنبست ایهام و ایهام تناسب توی این سوال‌ها گیر میندازن و کلی ازشون وقت میگیرن. لطفاً و خواهشاً از همون اول برید با یه آرایی دشوار سوال رو حل بکنید. خیلی از معلم‌ها میگن که نه، برید سراغ سوال‌های آسون، آرایی‌های آسون، مثلا با همین پارادوکس و استعاره، همون کاری که در ابتدا دیدید من انجام دادم طبق سلیقه شماها. اما اگه از همون اول با ایهام تناسب حل می‌کردم شاید سوال زودتر هم حل می‌شد. خیلی مخلصیم. قافیه رو نباز، تست پایین یادت نره.